دایناسورها، فرمانروایان فراموش شده زمین، موجوداتی شگفت‌انگیز و پر رمز و راز بودند که در دوران‌های مختلف زمین زندگی می‌کردند. این موجودات به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: گیاهخواران و گوشتخواران. گیاهخواران مانند براکیوزاروس با گردن بلندشان به راحتی می‌توانستند از درختان بلند تغذیه کنند، در حالی که گوشتخوارانی مانند تیرانوسوروس رکس با دندانهای تیز و قوی شکارچیان بیرحمی بودند که در جستجوی غذا به دنبال طعمه می‌گشتند. زندگی دایناسورها بسیار متنوع بود. برخی از آنها در گروه‌های بزرگ زندگی می‌کردند و به صورت اجتماعی رفتار می‌کردند، در حالی که دیگران به تنهایی زندگی می‌کردند. رفتارهای جالبی مانند لانه‌سازی و مراقبت از فرزندان نیز در بین آنها مشاهده شده است. این موجودات نه تنها در زمین، بلکه در آب و هواهای مختلف نیز زندگی می‌کردند و توانسته بودند خود را با شرایط مختلف سازگار کنند. اما ناگهان حدود 65 میلیون سال پیش یک فاجعه بزرگ به وقوع پیوست. برخورد یک شهاب‌سنگ به زمین باعث ایجاد تغییرات شدید در اقلیم و محیط زیست شد. این تغییرات به سرعت منجر به انقراض دایناسورها شد و آنها را از روی زمین محو کرد. این واقعه به قدری بزرگ بود که به عنوان یکی از بزرگترین انقراض‌های تاریخ شناخته می‌شود. اما آیا می‌دانستید که دایناسورها هنوز هم در دنیای امروز زندگی می‌کنند؟ بله، پرندگان امروزی نسل‌های مستقیم دایناسورها هستند. آنها ویژگی‌هایی مانند استخوان‌های توخالی و پرهای خاصی دارند که آنها را به یادگارهایی از دوران دایناسورها تبدیل می‌کنند. بنابراین وقتی به پرندگان نگاه می‌کنید، در واقع به فرزندان دایناسورها نگاه می‌کنید. امروزه دایناسورها در موزه‌ها به نمایش گذاشته می‌شوند و ما می‌توانیم با مشاهده فسیل‌ها و اسکلت‌های آنها به دنیای شگفت‌انگیز آنها نزدیک‌تر شویم. این موزه‌ها به ما کمک می‌کنند تا درک بهتری از زندگی و رفتارهای این موجودات داشته باشیم و به یاد بیاوریم که چگونه آنها بر زمین حکمرانی می‌کردند. دایناسورها نه تنها بخشی از تاریخ زمین هستند، بلکه به ما یادآوری می‌کنند که زندگی چقدر می‌تواند ناپایدار باشد.